با عجله از اتاق به بیرون آمدم و رو به مهران که نشسته بود و با خونسردی پرتقال پوست می‌گرفت گفتم: تو هنوز نشستی؟ ساعتو ببین، آرایشگاه دیر شد، ناسلامتی عقدمونه. یک قاچ از پرتقال خورد و با دهان پر گفت: عزیزم، از من که رأس ساعت برسونمت. روبروش نشستم و با حسرت گفتم: میدونی چقدر منتظر این لحظه بودم؟ بلند شو لطفا. نیم نگاهی انداخت و گوشه شالم را مرتب کرد و با غرغر از اینکه نگذاشتم پرتقالش را به آخر برساند بلند شد و شروع به بستن کراوات کرد. به گره آخر که رسید آن را باز کرد. با تعجب گفتم: چرا بازش کردی؟ شوخیت گرفته؟ نمیبینی عجله داریم؟ به طرفم گام برداشت. کراوات مچاله شده در دستانش را به سمتم گرفت و گفت: بیا، میخوام تو برام ببندی تا من فقط نگاهت کنم. مقابلش ایستادم و با دستان ظریفم آن را به دور گردن مردانه‌اش بستم. سنگینی نگاهش را احساس می‌کردم. نگاهش را از من گرفت و به سرمچیش خیره شد و با هول گفت: راست میگی یا زیادی دیر کردیم، عجله کن. پشت سرش از خانه خارج شدم و به راه افتادیم. پشت چراغ قرمزی توقف کرد و همانطور که به دخترک آن طرف خیابان که دستمال می‌فروخت خیره شده بود گفت: برکه، جانم. از نظر عشق مثل چی میمونه؟ خب از نظر من عشق آدم مثل روح میمونه. وقتی روح از بدن جدا میشه آدم میمیره. برای همینم هست که عاشقای واقعی نمیتونن از هم جدا بشن. چون واقعا مثل جدا شدن روح از بدن جون میکنن. لبخندی زد و گفت: خب تو برام همون آدمی. خطی بین لبانم نقش بست که سفیدی دندانهایم را آشکار میکرد. درست مثل روزهای اول رابطه. سوالی میپرسید که آخر به جوابی برسد که دوست داشتنش را جار بزند. طولی نکشید به آرایشگاه رسیدیم. از اینکه چهره آرا ابروهایم را بند میانداخت و تغییر اساسی در چهرم به وجود می آمد در پوست خود نمی گنجیدم. زیبایی چهرم ذاتی بود. خیلی ساده، فارغ از بزک کردن، لبهایم را به سرخی انار کرد و زلفهایم را باز گذاشت و تاجی از مروارید را با آن تلفیق کرد. جلوی آینه قدیم میچرخیدم و منتظر مهران بودم. مدتی نگذشت که بوق ماشین را یکسره کرد. تورم را به جلوی صورتم گرفتم و به دم در رفتم. دسته گلی از رز در دستانش داشت. با ذوق گفتم: زیر لفظی بده تو رو بردارم. قهقهی زد و گفت: دختر، محضر دیر شد، مهمونا منتظرن. با قیس تور را کنار زدم و دسته گل را از دستش کشیدم و گفتم: خیلی خوب، زیر لفظی نخواستم، بریم. با دیدنم حیرت زده شد. دستم را کشید و من را به خودش نزدیک کرد. به طوری که صدای نفسهایش گوشهایم را قلقلک میداد. به آرامی گفت: وایسا ببینم چقدر خوشگل شدی دخترم. قند در دلم آب شد. از لفظ دخترم مثل دختر بچه ها ذوق کردم. هیچ کلمه ای به اندازه دخترم نهایت دوست داشتن پسر را نمیرساند. خیلی خوب، ذوق مرگ شدم. بدو عجله کن. 2 خیابان تا محضر فاصله بود. هوای بهاری و نسیم خنک صورتم را نوازش میکرد. من و مهران برای رسیدن به هم روزی همه این خیابانها را پیاده رفتیم. آخر تفریحمان بستنی قیفی با اندکی شکلات و ترافل رنگی بود. بزرگترین تولدی که در خاطرمان ثبت شد تنها تیتاب با شمعی بود که به عدد 3 نرسیده فوت میشد. اما حالا همه چیز را پا به پای هم به دست آورده بودیم. کفش‌هایمان از کف آسفالت به رکاب ماشین رسید و کیکمان از تیتاب به کیک شکلاتی رسید و امروز را با اشتیاق به سر سفره عقل می رویم. در همین فکر و خیالها غرق شده بودم که با صدای مهران به خودم آمدم. نمیخوای پیاده بشی؟ رسیدیم؟ استرس
سر تا پای وجودم را در بر گرفته بود. پله ها را یکی در میان به بالا رفتیم و چشم به هم نزدیم. روبروی هم در مقابل میهمانان قرار گرفته بودیم و دست به دست به همدیگر خیره شدیم. به آرامی با چشمانی که راه گریه کردن را پیدا کرده بودند گفتم دارم خواب میبینم. نه دیوونه، بیداری. چشماتو ببند و به من گوش کن. به نام نامی یزدان، تو را من برگزیدم از میان این گواهان. بر لب آرم این سخن با تو، برای زیستن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوم مهر تو را از جان. همکنون باز میگویم میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. دارم من و موهای تو نیزار کشیدم،